نغمه برای همیشه از دنیای موسیقی توبه کرد. افشای حقایق و رازهای بزرگ نغمه که اصلا باورتان نمی شود. نغمه این روزها شروع با آموختن قرآن عظیم پاک کرده است. آخرین کنسرت نغمه در کشور امریکا و توهین نغمه برای منگل که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه هنرمند خوش صدای افغان یکی از چهره‌های مشهور و شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان بوده است. نغمه علاقمندان و طرفداران بیشماری در هنر موسیقی داشته است. علاقمندان نغمه از مرزهای افغانستان عبور کرده است. بیشتر دوستداران نغمه در کشور پاکستان زندگی می کند. نغمه قبل از تغییر رژیم حاکم در افغانستان بیشتر اوقات در افغانستان می بود و کنسرت های برگزار می کرد و در کشور پاکستان و دبی خانه های بزرگی به نام خودش خریداری کرده است. نغمه در سن 18 سالگی با آنکه با منگل ازدواج کرده بود ولی آهنگ‌های دوگانه با این هنرمند می‌سرود، طرفداران و علاقه‌مندان نغمه بیشمار بود. ولی در سال 2006 به دلیل نامعلوم نغمه از منگل جدا شد و بار دیگر در کشور امریکا ازدواج کرد. یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید می باشد. چند قبل نغمه کنسرتی را در امریکا برگزار کرد و در این کنسرتش منگل شوهر سابقش را خرس بروتی خطاب کرده است که این کار نغمه مورد نقد شدید دوستداران و طرفداران صداش قرار گرفته است. ولی جدیداً تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی از هنر موسیقی دوری گزیده است و می خواهد حافظ قرآن شود. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و دوستداران کانال دنیا اینفو، برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.